میگن اون شب برق آسایشگاه قطع شد. تاریکی یهو همه جا پخش شد. فقط صدای چک چک آب اومد از ته راهرو. همون موقع نگهبان یه صدای دیگه هم شنید. یه صدای خشخش مثل کشیده شدن پارچه روی زمین. رفت دنبال صدا ولی رد خون پیدا کرد. از راهرو میرفت تا جلوی اتاق شماره 13. در اتاق باز بود. تخت خالی، بالشت خیس از خون، کنارش یه تیکه پارچه سفید. خم شد تا برش داره. پارچه هم خیس بود، گرم بود. یه صدای نفس کشیدن از پشت سرش اومد. آروم برگشت. یه نفر اونجا ایستاده بود. همه صورتش با بام پیچیده شده بود. فقط 2 سوراخ سیاه جای چشماش مشخص بودن. نمیدونستم میبینه یا نه. نگهبان یه قدم به عقب برداشت و اون موجود یه قدم جلو اومد. سرشو کج کرد. ولی باندها شروع کردن به باز شدن. 1 لایه، 2 لایه، 3 لایه. نگهبان دیگه جایی واسه عقب رفتن نداشت و متوجه شد که دیگه کار از کار گذشته. صبح فقط چراغ قوه نگهبان پیدا شد و یه تیکه پارچه سفید دیگه خیس چسبیده به زمین جلوی اتاق شماره 13.